چین با سرمایه‌گذاری حدود 230 میلیون افغانی بزرگترین سردخانه نگهداری میوه‌جات و سبزیجات رو در ولایت بلخ افغانستان احداث می‌کند. این سردخانه که با همکاری وزارت زراعت افغانستان و در چارچوب توسعه زیرساخت‌های کشاورزی ساخته می‌شود، ظرفیت ذخیره‌سازی قابل توجهی خواهد داشت و با تکنولوژی‌های پیشرفته برای کنترل دما و رطوبت تجهیز می‌شود. هدف این پروژه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، پشتیبانی از کشاورزان محلی و فراهمسازی زمینه صادرات است. کشاورزان بلخ با بهره برداری از این سردخانه می توانند محصولاتشان را برای مدت طولانی‌تر نگهداری کرده و در فصل مناسب به بازار عرضه کنند که به افزایش درآمد و ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. این پروژه بخشی از تعهدات چین برای حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان در قالب ابتکار کمربند و جاده است و افزون بر ارتقای توان تولیدی منطقه، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز برای ساکنان بلخ فراهم خواهد کرد.